شرکت رایال بیبی در دوشنبه عکسی‌ها زیر عنوان سوپر عکس از رایال بیبی راه‌اندازی کرده است که در آن هر کسی از 2 تا 6 هزار قوطی و یا پوشک یا پامپرس را خریداری نماید راحت سفر حج عمره را از این شرکت دریافت خواهد کرد. در حال حاضر هزینه سفر حج عمره برای یک ساکن تاجیکستان $2250 آمریکایی است. حالا آرزومندان سفر حج که تا حال برای اجرای این فرض مهم پول نداشتند میخواهند آرزوی خود را با وارد نمودن به حلقه فروشنده های رایال بیبی عملی کنند. والاش خداوند روزیگی خدا خیر سبب همین میشه و میری. انا برای 2000 کاروبکه که ما اگر این فروشیم ما ده سفری حج عمره گفته گیریم. سفری حج میکنم خب ما همه مبلغی که برای سفری حج معین شده خب مبلغش میگیرم. اگه ما حرکت میکنیم که ما همین عکس را داخلش ده همین شامل شیمون خیلی به همین رسیم. با آنکه مردم تاجیکستان از شرکت در این گونه عکس‌ها تجربه خوب ندارند اما باز هم به فروش پوشک ها توجه کردند. اما مسئولان شهرداری دوشنبه عکس اخیر شرکت رایال بیبی را غیر قانونی می دانند. در شکل ریز اخبار پهن کردن رکلام و جلب مشتریان به اینکه با خرید 2000 قوطی پوشک می توانند برای امتیاز یعنی که به سفر حج عمره بروند. در رابطه با پهن کردن این گونه رکلام از جانب مؤسسه دولتی رکلام و رکلام بیرونی و عروض شهر دوشنبه اجازهنامه دریافت کرده نشده است که این یعنی غیر قانونی عمل کردن شرکت مذکور را افاده می نماید و البته در دایره طلبات قانونگذاری در سایر رکلام نسبتی چنین به اجازه پهن کردن رکلام چورای جدی اندیشیده می شود. این هم در حالی که در دکان و مرکزهای تجارتی شهر دوشنبه بازار پوشک ها بدون نشانه شرکت رایال بیبی پیشکش خریداران شده است. کارشناسان بر این نظرند که شرکت ها به خاطر به دست آوردن فایده بیشتر وعده های خشک و خالی را به خریداران می دهند و عکس شرکت رایال بیبی نیز از این گونه وعده هاست. من گمان میکنم این همان رکلامی چی است؟ این تجربه شرکت‌هایی که به فعالیت خود به پیرامید مانند میکنند از همان عبارت است و در اینجا اون چیز نوی نیست. این هم فریب است. آدمای نادان داده میشند البته به این. آدم با عقل، آدمی که از رکلام درست خبردار است هیچگاه فریفته چنین رکلام نمیشود. اینجا هم سخن درباره اگر گره درباره حج عمره نمیرد درباره وسایط مالیوی میرود. یعنی $2200 به اون میدهد که وای تواند به حج عمره رود. اینجا اونا تنها احساس مردم را چی میکنند؟ سوء استعمال میکنند. احساس دینی مردم سوء استعمال میکنند. این نادرست است. از نگاه فقهی هر گونه بیع یا خرید فروشی که با شرط باشد اگر او معنای فاسد شدن رو دارد. یعنی از نگاه شرعی چون شرط گذاشتن البته این چی است؟ فاسد است. خوب می شود که عبادت های اعتقادی رو با هر گونه چیزهای حقی آمیخته نکنند. ضمناً طبق گزارش خدمات گمرک تاجیکستان تنها در یک سال اخیر به کشور به مبلغ حدود $1.5 میلیون آمریکایی پوشک از روسیه، چین، قزاقستان و ایران وارد شده است.